تابستان سال 1376 در شهر مشهد چند زن به شکل مرموزی ناپدید شدند. چند روز بعد جنازه‌هایشان در اطراف شهر پیدا شد. همه قربانی‌ها با طناب خفه شده بودند و کنار جنازه‌ها رد لاستیک موتورسیکلت دیده می‌شد. پلیس ابتدا تصور می‌کرد قاتلان چند نفر هستند، اما بعد از مدتی متوجه شد همه قتل‌ها با یک روش انجام شده است. در همان زمان زنی که از مرگ جان سالم به در برده بود گفت مردی با موتور قصد رساندنش را داشته، اما در مسیر تغییر جهت داده و سعی کرده او را خفه کند. زن فرار کرده بود و فقط به یاد داشت که چشمان مرد سیاه و بی احساس بود. با همین سرنخ‌ها پلیس به مردی به نام غلامرضای خوشرو رسید. مردی ساکت و ظاهراً مذهبی. در خانه‌اش طناب، چادر زنانه و وسایل قربانی‌ها پیدا شد. او در بازجویی اعتراف کرد که بیش از 10 زن را در مدت کمتر از 1 سال کشته است. در دادگاه گفت وقتی نفسشان قطع می‌شد احساس می‌کردم زنده‌ام. غلامرضا خوشرو، معروف به خفاش شب، در سال 1377 در حضور مردم اعدام شد. صبح روز اعدام نگهبان سلول گفت او تا نیم شب می‌خندید و روی دیوار سلولش با خون نوشته بود هنوز شب تمام نشده است.